سلام بچه‌ها، امروز قراره با هم وریبل ها رو بررسی کنیم. اول می‌بینیم اصلا وریبل ها چی هستن، توی جاوا اسکریپت چجوری تعریف میشن، قانون های مربوط به اسم گذاری وریبل ها رو می‌بینیم. آیا قراردادی داریم توی جاوا اسکریپت برای اسم گذاری وریبل ها یا نه؟ اینکه چجوری یک مقدار دوباره رو به یه وریبل اختصاص بدیم و در نهایت اینکه چجوری توی خط چند تا وریبل رو تعریف بکنیم. میریم شروع میکنیم با اینکه اصلا وریبل ها چی هستن. بچه صرف نظر از اینکه چه زبان برنامه‌نویسی داریم کد میزنیم، وریبل ها یک فضای نامگذاری شده هستن برای ذخیره سازی دیتا. عکس این گوشه رو ببینید که گذاشتم، داره نشون میده که اینجا رو میگم داره نشون میده که ما وقتی میخوایم توی دنیای واقعی از یک چیزی استفاده بکنیم که دوباره بتونیم راحت بهش دسترسی پیدا کنیم، میذاریم توی جعبه و روی اون جعبه یه اسم میذاریم. مثلا کتابا توی این جعبه، دفعه بعد اگه کتابی میخوایم مستقیم میریم سراغ حالا قفسه کتابا یا جعبه کتابا. دقیقاً وریبل ها همچین چیزی هستن. فضای حافظه یک فضای بزرگ هست، تشکیل شده از خونه های خیلی زیاد. ما وقتی یک دیتا رو توی حافظه ذخیره میکنیم، مثلا میگیم از خونه مثلا 1000 تا 1000 مثلا 10 من میخوام دیتای یوزرهامو ذخیره کنم. حالا اگر یه اسم برای این جایی که من ذخیره کردم نذارم، دفعه بعدی که بخوام برم سراغ یوزرام باید برم دونه دونه خونه های حافظه رو بگردم ببینم دیتای من کجاست. ولی با گذاشتن یه اسم میگم که ببین خونه 1000 مربوط به یوزر است. دفعه بعد که یوزرامو میخوام میرم مستقیم سراغ خونه 1000 و بهش دسترسی پیدا میکنم. این عمومیت داشت راجع به کل زبانهای برنامه‌نویسی. اما اگر توی جاوا اسکریپت بخوایم یک وریبل رو تعریف کنیم، 3 تا حالا کیورد داریم که همین جایی که داریم میبینین ور، لت و کانست، که با این 3 تا ما کیورد هامو تعریف میکنیم. میریم توی کد با هم میبینیم که فرقا یا حالا شباهت های اینها با هم دیگه چیا هستن. برای تعریف متغیر توی جاوا اسکریپت فرق نداره کدوم یکی از این کیورد ها رو استفاده کنین، ولی اولین کاری که باید بکنین یک کیورد بذارین. الان مثلا من اینجا ور دارم میذارم، دارم به جاوا اسکریپت میگم که من میخوام یک متغیر تعریف کنم از نوع ور، بعد یک فاصله میذارم، اسم متغیرم رو مینویسم، مثلا نیم. با گذاشتن یک مساوی من میگم ولیوی که در سمت راست گذاشتم رو میخوام اختصاص بدم به این اسم متغیری که الان بهت دادم. مثلا من اینجا بذارم علی. الان کاری که کردم ولیو علی رو در سمت راست با یک مساوی اختصاص دادم به وریبلی با نام نیم که از نوع ور هست. بچه‌ها نکته اول برای اساین کردن یا اختصاص دادن، من از این بعد دیگه همیشه میگم اساین کردن، برای اساین کردن یک ولیو به یک متغیر، به یک اسم متغیر، از یک دونه مساوی و فقط یک دونه مساوی استفاده میکنیم. 2 تا مساوی و 3 تا مساوی کاربردهای دیگه‌ای در جاوا اسکریپت دارن که وقتی برسیم بهشون متوجه میشیم. خب حالا بریم ببینیم این برای تعریف متغیر. بریم ببینیم که ور و لت و کانست چه فرقایی یا حتی شباهت‌هایی به هم دیگه دارن. از اولی که جاوا اسکریپت شروع به کار کرد و حالا اومد، ما تنها کیوردی که برای تعریف متغیر داشتیم ور بود. لت و کانستی که میبینین توی اکما اسکریپت 2015 یا ES6 اضافه شدن. این ورژن یه ورژن خیلی مهمه توی جاوا اسکریپت که کلی تغییرات داشته، از این بعد اسمش رو زیاد میشنویم. و لت و کانست اضافه شدن. حالا چرا اضافه شدن؟ احتمالاً ور یه مشکلی داشته که لت و کانست اومدن. بریم با هم ببینیم ور چه مشکلی داره. من الان اینجا ور رو تعریف کردم، گفتم اسمش فرست نیمه، ولیوش هم مریه. 2 خط بعد حالا یا خودم به اشتباه یا سهواً یا عمدن میام اینو تغییر میکنم، مثلا این دفعه همون علی.
سیوش اگر بکنم جاوا اسکریپت نه به من اروری میده نه ایرادی میگیره، میگه خب باشه تو میخوای از این به بعد علی باشه، منم از این به بعد علی بهت میدم. میگی نه، میگین یه لاگ بگیریم. بچه این دستور لاگ از این به بعد خیلی قراره به درد ما بخوره، یک جلسه کامل رو بهش اختصاص میدیم. الان فقط حالا نتیجه رو اینجا ببینیم، جلسه های آینده بهش میرسیم که چیه و چی کار میکنه. وقتی من این دستور رو ببینم اینجا توی بنویسم، اینجا توی کنسول به من نتیجه‌ای که توش نوشتم رو میده. من کنترل سیو زدم، اینجا توی کنسول به من علی رو نشون داد، یعنی مقدار رو قشنگ ریاساین کرده. به این دوباره مقداردهی وریبل ها هم میگن ریاساین شدن، یعنی مقداردهی دوباره شده. اولین بار وقتی یک مقدار میدیم اساین کردیم، بعدش وقتی تغییرش میدیم میشه ریاساین کردن. ریاساین شد و نه اروری نه ایرادی. حالا سوال، من یه سری متغیرات دارم که از اول تا آخر یکی هن. مثلا مثل کد ملی من که هرگز تغییر نمیکنه، همیشه کد ملی منه. برای همچین متغیرهایی چی؟ هیچ چیز در نظر گرفته نشده بود. چرا این مهمه؟ چون الان بچه‌ها فکر کنید من دارم توی تیم کار میکنم، من بار اول اومدم این رو مثلا عمدن این مقدار رو توش گذاشتم، بعد همتیمی من یا خود من 2 هفته دیگه یادش نمیاد، میاد یک مقدار دیگه بهش میده و ریاساینش میکنه، یه جایی اشتباه هم ریاساین میشه و این ایجاد باگ میکنه توی برنامه من. پس این خوب نیست که همیشه بشه این امکان باز باشه که بتونیم متغیر رو تعریف کنیم. بهتره یک متغیری داشته باشیم برای همچین حالتایی که امکان به وجود اومدن باگ رو برای ما کم کنه. برای همین بوده که جاوا اسکریپت از 2 تا کیورد دیگه استفاده کرده و کلن ور رو دیگه کنار گذاشتیم. ما الان دیگه توی کدامون اصلا از ور استفاده نمی کنیم. اینجا یکی از مشکلاتش رو بهتون میگم. حالا بریم جلوتر توی درس اسکوپ ها باز دوباره یکی دیگه از مشکلاتش رو با هم بررسی میکنیم. من میام سراغ لاست نیم که علی شاهیه. این دفعه میخوام ببینم آیا میتونم لاست نیم رو تغییر بدم. من لاست نیم رو مینویسم، جلوش یه مساوی میذارم، میخوام این دفعه تغییرش بدم یه چیز دیگه بنویسم، همون علی شاهی 2 میذارم، نمیدونم چه فامیلی دیگه ای بذارم، علی شاهی 2 میذارم. دوباره یه کنسول لاگ مینویسم. بچه‌ها میخوام کنسولم رو بیارم پایین چون دیگه بالا بهش نیازی ندارم، میخوام بیارمش پایین ازش استفاده کنم. روش کلیک میکنم، آلت و ارو داون رو، یا حالا اگه بخوام ببرم بالا ارو آپ رو میزنم، فلش بالا یا فلش پایین روی کیبورد رو میزنم و خط به خط میاد پایین. توی مک هم اگر بخوایم بزنیم کلید آپشن و ارو آپ و ارو داون رو میزنیم. من این آوردم اینجا و این دفعه میخوام توش لاست نیم رو بنویسم. میخوام ببینم مقدار لاست نیمم چیه. دیدین که علی شاهی 2 رو داره میگه، یعنی از این بابت لت و کانست به هم دیگه، لت و ور به هم دیگه شبیهن، هر دوتا رو میشه تغییر داد. بریم سراغ تغییر این رو بیارم پایین، یه چند تا خط دیگه بیارمش پایین. بعد بریم سراغ این که ببینیم کانست رو میشه تغییر داد. من میام مینویسم آیدی، دوباره به شیوه های سابق که میخواستم ریاساین بکنم. وقتی داریم ریاساین میکنیم دیگه لازم نیست اسم حالا اون کیورد ورلت یا کانست رو بذاریم، چون یک بار تعریفش کردیم جاوا اسکریپت متوجه میشه و دیگه فقط مقدار جدید رو ازش میگیره. من این دفعه میخوام یه عدد دیگه براش بنویسم، یعنی یه چند تا دیگه هم بزنم. یه کنترل سیو میکنم و اینجا بچه‌ها این کاستوم لول میتونین ارورا رو بذارین که تعریف شده باشن یا نه. من روی ارور تیک نخورده بود، تیکشو گذاشتم که ارورا رو به هم نشون بده. میبینید بچه‌ها اینجا داره میگه assignment to constant. کانستنت یه چیز ثابته، کانست مخفف کانستنته که معنی لغویش میشه ثابت. میگه شما یه کانستنت رو اومدی ریاساین کردی، ما همچین چیزی توی جاوا اسکریپت نداریم. بچه به این شیوه جاوا اسکریپت اومده مشکل قبلی حالا ور رو برای ما حل کرده. اگر بخوایم چیزی رو ریاساین بکنیم از لت استفاده میکنیم، اگر نخوایم ریاساین بکنیم و بدونیم همیشه ثابته از کانست استفاده میکنیم. حالا سوال، ما از کدومی که از این کیبورد ها قراره استفاده بکنیم در کد نویسیامون؟ ور رو که فراموش کنید، این از ور که اصلا دیگه استفاده نمیشه. بین لت و کانست ما
ترجیحمون اینه که همیشه از کانست استفاده کنیم مگر اینکه خلافش ثابت بشه، واقعا بدونیم که این قراره مثلا چند خط بعد آگاهانه تغییر کنه. پس بچه‌ها از این به بعد توی کداتون انتظار دارم که همیشه از کانست استفاده بکنین برای تعریف متغیر.